خندوانه بلوچستان. بابا من همین الان جواب آزمایشتو گرفتم. تو دوباره شروع کردی به سیگار کشیدن. Dizay. من تو کتاب ممکنش می‌آوردی. Shashka inshallah tunti arosi umedi yagiri. مهدی؟ چرا فکر کردی من با مهدی قرار ازدواج کنم؟ تگانوک بودگه تو سارا هسته شاین که خدای مردمش تگه سخی دینه که عاشق بودگه Dadash bakhshish bi muzahim bitum. ای سخی مهمون داری؟ خندوانه بلوچستان. خوش اومدید به چنل خندوانه بلوچستان. امروز با هم میخوایم قسمت دوم خیانت رو ببینیم و بررسی کنیم و اگه از این سبک ویدیو خوشت میاد پس حتما چنل رو ساب کن. دست مبارک جمع مبارک دست مبارک فعلا خدا دستی در مکان مهدی جان مبارک دست اونجا تو هم جواب مهمونه خدافظی کن یه لحظه تا جا آیسخی بدن میام فدات شم دست در نکنه آقا دست در نکنه خیلی شما عروسیت مبارک مهدی آقا انشالله به پایان قربونت بشم آقا من پول واسط کارت به کارت میکنم چشم اشکال نداره عشق منی. خدا حاج بابا خسته نباشی Mehman shudan. آره همه مهمونا رفتن مراسم هم به خوبی خوشی تموم شد مبارک بینی زک فدات شم دام دیگه کم کم باید بروی گفتم قبل از رفتن بیام یه تشکری ازت بکنم حاج بابا خیلی زحمت کشیده واسه مراسم دیگه با اجازت من کم کم برم دست در نکنه دختر جان
یک لحظه کاوه. امرن که زنه ار پس و تیزاگه سلا ازان تایره چیزی گوشید. یعنی چی بابا جان؟ ام مجنونی که پای خاطر انی رو بیرو اوشتاته پایین که پولا تاویل کو. نه من باور نمی کنم. تو اینا رو به من میگی که من بهش بدبین بشم. تا وقتی پسه برا قبول نداره بیا این مدرک سیکا. همین تباورود پیر بین دعا کنه. خندوانه بلوچستان. خب مهدی جان اوضاع شرکت چونین؟ خدا رو شکر بابا جان خوبه. دیگه شموقع گس کرتگه نجا شوتگه نی کارم تی گوٹا کپتای شرکت گیرو میگیری منش یک مایا سال برا منم گیتی رو تو ری شرکت تا چار دین تا موقع تبی آوه. ای بابا جان حالا واسه محصل وقت زیاده، یه کمی حساب کتابا شرکت به هم ریخته تا اینا رو بمونم رو برا کنم. حالا محصلم میرم. دیگر موقع زنت به سفر نیاز داره گوش من رین شرکت تا اداره کنی. میرم بابا جان حالا وقت زیاده قصه نخور. ای بابا که این که زنگ بجن بابا یکی از این کارگرای قرار بود زور پولشو بزنم یادم رفته، حالا بعد که برم بیرون براش میدم. نه کاریگر هر خوش نبوده پوله ده ای خوب این کار نه پا پوله خاطر کار کم منتظرن که تا پول جنه حتما نمبر پوله جن. باش پدر جان شما نشستی تا من برم پولی بنده خدا رو براش بزنم. اوکی. ای بابا این باز کجا رفت؟ بفرما بابا جان. 1 ساعته به من دارین میگین چای بیار الان هم که چای آوردم گذاشت رفت. تا ناراحت مکه دختر جان شو تا یاتی تا کار داری ما پایه برینه اصلا توتی چایی جسد مبی. آی سخی خیلی وقتی که من چای رو گذاشتم کنار. چیه واره؟ بذار الان بهت میگم. اینجاست نه اینجاست فکر کنم. نه اینجا هم نیست. من آخر نزنتم تا بادیگارده یا مکانیکیه. اینجاست. هیت میخورم. هواپیما سوخت داره، سوخت منم هیته. بابا ایشو مصنوعی انتاسن. کی گفته؟ طبیعی. من هر چیزی رو مصرف نمی کنم. خودت هم که میدونی. خب بجای چای هم ایراده بری میدی یاده این باز کار کنی بچه خسته انت خستگی در بیتی. تمام برین کجا این؟ بابا مگه 100 دفعه بهت نمیگم زنگ نزن؟ الان اگه میشونیدن چی؟ قربونت برم مگه 100 دفعه بهت نمیگم بهم زنگ نزن؟ فقط یه 2-3 روز زمان میخوام تا این امضای لعنتی رو بهم بده. بابا نگران چی؟ همین الانم سخی همه مال و منالش مال منه. فقط مونده که من امضاشو بگیرم. نه بابا قصه چی میخوری تو؟ مهدی جان گلوی ترک. یه 2-3 روز دندون رو جیگر بذار من کار اون برم انجام دادم. فقط یه 2-3 روز زمان میبره تا من کار این برم انجام بدم که بعد با هم بریم.
ای بدبختی که تا تو کردم تا پروبال دادم تا پنی مالاتن تان تیز کرده که بوده کار داره. چه غلطی کردی؟ تموم داستانهای هیلگری تو شنید، منم شنیدم. یا بازی خراب. بگی ولش کن، بگی در مورخ می، بگی جمع شما شد. صحبت جمعش کن. بگی باشو. Ondan başlayacağım olsun. خندوانه بلوچستان. از صبح وقتی بیرون هنوز باید نگشته پیشم خاموشه خیلی نگران میشم. بابا واسش کاری پیش اومد یهویی مجبور شد بره بیرون شب. به من گفته چرا چیز شده؟ واسه این بابا اتفاق خیلی بدی. خندوانه بلوچستان. واقعا یه مینی سریال خفنه. داستان فیلم تا اینجا که عالی بوده، فیلم برداری و کیفیت صدا عالی بود. فقط تو قسمت قبل اگه دیده باشین جایی که سخی و دار و دستش پسری که مزاحم دخترش شده بود رو کشتن، قبلش سخی با پسر صحبت میکنه به زبان فارسی، در صورتی که کل ویدیو رو به زبان بلوچی صحبت میکرد. اون تیکه رو فارسی حرف زد، ولی بازم ویدیو عالی بود و چیزی از ارزش‌هاش کم نمیکنه. اگه از این سبک ویدیو خوشت میاد پس حتما چنل رو ساب کن. خندوانه بلوچستان.